بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آن که به صحبت شروع کنم، اولا از همه شما جوانان عزیز و هموطنان خیلی هم گرامی و برادران نهایت عزیز و محبوب اسلامی از هر کجایی که باشیدان، به خاطر این استقبال گرم و به خاطر این پیشوازگیری ها، به خاطر این محبت، به خاطر این اخلاص، به خاطر این شوق و ذوق از پروردگار برای همتان اجر جزیل و ثواب بزرگ خواهانم و در این لحظه های اجابت دعا و در این ساعت مباهات پروردگار بر ملائکه ها در این خانه خدا، در این مکان مقدس عاجزانه دعا میکنم خداوند همه شما را عمر دراز تن صحت نصیب گرداند. خداوند همه شما را در این مسافرت ها سلامت بدارد. خداوند بیمارای شما را شفای کامل عاجل نصیب گرداند و به فرزنداتان و فرزند صالح و زندانیاتان که به سبب کمبودی ها به زندان ها افتیدند از برادران ما خداوند آزاد شدنشان نصیب سازد. پروردگارا
تاجرای ما را در تجارتشان برکت عنایت فرما و کاسبای ما را در هر کسبی که دارند، خواه دهقانی و خواه دیگر، خداوندا در کسبشان برکت نصیب گردان. خدایا برای این بندگانت، برای این عاشقان خدا و رسول، برای این مخلصان اسلام و قرآن و علما، خداوند رزق فراخ از وجه حلال نصیب گردان. خدایا همین ها را من به تو در این مسافرت ها امانت می سپارم. خدایا تو امانتت را هرگز خیانت نمی کنی. همین ها را سلامت نگه دار و بعد از انجام سفر با دست پر به خاندانشان بازگردان. آمین یا رب العالمین. ثانیاً از حکومتدارای این شهر و از امام داملای این شهر و از خطیب رهبری این مسجد برادر حضرت غیرت و از دادر عزیز خود حاجی محمد صالح به خاطر این آمادگی، به خاطر آنکه این خانه خدا را این 2 ساعت برای دعوت ما آماده کردن، عرض تشکر و سپاس میگویم. خداوند ایشان سلامت دارد، آبروی دنیا و آخرت نصیبشان گرداند و همیشه چون ستاره درخشان برای راهنمایی شما جوانان و امت اسلام و مردم این شهر نور افشانی کنند. شهر چی نام داره؟ اکاترینبورگ. داران شهر اکاترینبورگ به خاطر این آزادی دینی، به خاطر این شرایط کاری که برای مردم عزیز ما تاجیکستانی ها آماده کردیند و به خاطر آنکه شما را با جای خواب و با جای کار و با آزادی تامین نمودیند، از خداوند براشان تن صحتی و خاطر جمعی و سیاستی درست و عادلانه تمنا دارم. خداوند سرزمین بزرگی روسیه را همیشه آباد و همیشه تنج و همیشه جای آزادی، اعتقاد دینی و برادری و برابری برای همه مردم بگرداند. خداوند این سرزمین بزرگی روسیه را از آفتها و از بلاها نگه دارد. همیشه جای پرفیض و جای پربرکت برای همه مردم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بگرداند. آمین یا رب العالمین. خواهش میکنم جاتان شینه. همین رسول الله جان حضرت همین را در اینجا بمونه. من چیکار کنم که شما جاتان بشینه؟ همینجا بمونه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و ثنا پروردگار را که این کارخانه بزرگ عالم را وجود و هستی بخشید. درود و سلام به روح پاک پیغمبر بزرگواری که سخن حق را به جهانیان رسانید. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود به پیغمبر بزرگوار، از خداوند مهربان در این ساعت اجابت دعا عاجزانه دعا میکنم. طاعات ما را، عبادتهای ما را، راز و نیازهای ما را، دعاهای ما را به درگاهش
قبول کند و این جسدهای خسته و ناتوان ما را خداوند داخل بستان سرای بهشت جاودانش بگرداند. خداوند این جسدهای گناهگار ما را، خسته و ناتوان ما را به فضل خود از آتش دوزخ خود نگه دار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند در حدیث صحیح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاری و مسلم. پیغمبر بزرگوار معلم ما و شماست، مرشد و راهنمای ما و شماست، ادب آموز و اخلاق آموز ما و شماست. پیغمبر بزرگوار به هر کدام ما و شما محبوبتر از پدر و مادرند، دلسوزتر از هر محبوبند. پیغمبر است از روزی که رسالت و فرمان خدا بر او صادر شد برای دعوت، از آن روز تا روز مرگ فکرش، ذکرش، خیالش، همتش همش نجات امت بود، راهنمایی امت بود. این شور و شوق شما، این محبت و اخلاص شما، این آداب شما، همه و همه خدمت‌های حبیب دلها محمد است. همه اینها زحمت و رنج‌های کشیدی حبیب خدا محمد ابن عبدالله است. امروز که این مسجدها با این زیبایی قامت افراخته‌اند، امروز که شما جوانای عزیز با این جوانی بجای آنکه به کزینا و دیسکا کلوب و کنیا تئاتر روید به مسجد آمدید، همه اینها را خدمتش، همه اینها را زحمتش حبیب دلها محمد کشید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. همان پیغمبر که همه همتش و همه کوششش ما و شما را سعادت بخشیدن بود، ما و شما را اخلاق آموختن بود، ما و شما را پاکیزگی تعلیم دادن بود، ما و شما را به حیا و به عفت روانه کردن بود. در این حدیث صحیح می فرمایند 7 گروه از بندگان خدا روز قیامت در زیر سایه عرش است. روز قیامت روز سخت است، روز دهشت است، روز است که در آن روز پیغمبرها از دهشتش سر به پیش می افکنند و در جواب سؤال خدا چیزی گفته نمیتانند. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. روز است که همه عرق ریز خجالت هاست،
روز است که همه سر در پیش افکنده است، روز است که از دهشت گرمای او، از سختی گرمای او زمین چون آهن سرخ می گردد، مغز سر در سر می جوشد. آن روز جای پناهگاه، جای خلاصی نیست غیر از رحمت خدا، غیر از سایه عرش الهی. آن روز این 7 گروه از بندگان خدا در زیر سایه عرشند. آن روز این 7 گروه از بندگان خدا شامل رحمت خدا هستند. خداوند از ایشان راضی است و اونها از خدای خود راضی. عزیزان من، وقتی که صحبت میشنوید شما خودتان سوال کنید. شب که میره در خانه خواب میروید خودتان پرسید که آیا از این 7 گروه یکیش هستید؟ اگر باشید خوشا به حالتان، اگر نباشید کوشش کنه یکی از این گروه باشید. پیغمبر خدا گفتن یکی گروه اول امام عادل است. امام عادل یعنی پیشوایی با عدالت. در امام از راهبر عائله سر کرده پدر و مادر تا راهبر حکومت بالایی همش داخل است. هر پدر و مادری که در خاندان خود رفتار با عدالتانه دارد، در خاندان خود نسبت به فرزندا و همسرش اخلاق خوب دارد، اونها را دوست می دارد، اونها را آداب و اخلاق می آموزاند، یکیش بر دیگرش بالاتر نمی داند، اونها را کوشش می کند از هلاکت معنوی، از هلاکت جسمی نگه دارد با نصیحت کردن، با تعلیم دادن. از او ثروت و بایگری که خداوند براش داده است همشان در برابر احسان میکند، براشان لباس میخرد، براشان خانه میخرد، براشان ماشین میخرد، بالفرض و بعد تقدیر کریم ثروتمند باشد. خلاصه همه فرزنداش یک خیل دوست میدارد، همه فرزنداش یک خیل بخشش میکند، نسبت همش معامله خوب دارد، نمیخواهد فرزنداش هلاکت معنوی مبتلا شوند. اگر یکی از فرزنداش برای بیکاره قدم زد، برای خطا قدم زد، او را با نصیحت کردن اصلاحش میکند، از او راه باز میگرداند. خلاصه غم فرزنداش میخورد، هم غم دنیاشانه هم غم آخرتشانه، هم براشان شرایط خوب در دنیا آماده میکند، هم براشان بستانسرای جنت آماده میکند، با تعلیمات دینی، با مسجد بردن، با قرآن خوان کردن، با نماز خوان کردن، با حیا و با عفت کردن. این پدر و این مادر روز قیامت در زیر سایه عرش الهی است. بنابر از همتان خواهش میکنم هر کدام شما پدر هستید، در خانداتان فرزنداتان دوست دارید، نسبت فرزنداتان مهربان باشید، فرزنداتان به نظارت نگذارید که بد اخلاق شوند، میزدو نشأمن شوند، گرایین کش و پپراس کش شوند. همیشه اونها را آداب آموزانید، همیشه اونها را علم و فن تعلیم دهید، همیشه اونها را ایمان و حیا و عفتشان نظارت کنید. والله این پدر که شما انشاءالله پدر هستید، روز قیامت در پیشگاه خدا در زیر سایه عرش است. عزیزان من، این فرزندها امانتند. پیغمبر خدا الولد و امانتون گفتم، فرزند امانت است، چی پسر و چی دختر. اگر ما این امانت الهی را خیانت کردیم، بد اخلاق و بی آداب و بی علم و بی فرهنگ میزد و نشأمندش کردیم، از خدا دور شد و از اسلام دور شد، ما خود در پیشگاه خدا جنایتکاریم. خداوند ما را حتما برای این خیانت من در حق فرزندامان سخت عذاب میکند، سخت جوابگر میکند. بنابراین آدمای قدیم میگفتن فرزنددار شدن آسان است و فرزند تربیت کردن مشکل.
حالا بعضی آدم ها از بچه و دختر دار شدن افتخار بکنند، اما او بچه و او دختر چه اخلاق یاد میگیرد، با کدام راه میرود، به این کارشان نیست. این خیانت است. امام عادل این پدر و مادر مهربان باید همه فرزنداش به راه راست راهنمایی کند، اونها را صاحب علم و دانش کند، در مکتب ها خواناند، در دانشگاه ها برای گذارد اونها تخصص گیرند، کسب و کار به اونها تعلیم تید. انشاءالله این پدر روز قیامت مقام بلند دارد. کوشش کنید پدرای عزیز، بچه های خوشرو از جمله این پدرها باشید که مبادا در پیشگاه خدا برای فرزنداتان جوابگر شوید، خجالت شوید. دوم رسول اکرم گفتند و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی با طاعت خدا به وای میرسد، در جوانی هم مکتب میخواند و هم مسجد میرود، هم دانشگاه تحصیل میکند و هم وقتی که بیرون از درس باشد طهارت میکنه، مسجد خانه خدا، با خدای خود راز و نیاز میگوید. ببینید هم درس میخواند هم قرآن تلاوت میکند. این جوان روز قیامت در زیر سایه عرش است. بچه های عزیز، من در سیمای همه شما این جوان مشاهده میکنم، زیرا اینجا بودگی قریب انبوه زیاد همه شما جوانا هستید. خوشا به حالتان که از این گروه هستید. بنابراین این جوانی را خواهش میکنم آلوده به معصیت و گناه نکنید. این جوانی را آلوده به نافرمانی خدا نکنید. سحر نماز بامدادتانه که روز صبح میدمد با عبادت شروع کنید. هر کدامتان باشید عزیزان من، صبح که دمید آغاز روز خود با عبادت خدا شروع کنید. نماز بامدادتان خوانید. اگر مسجد قریب باشد مسجد روید. بعد از خواندن نماز بامداد کدام دانشجو هستی به دانشگاه روید، کدام تاجر هستی به کارخانه تجارتی تان روید، کدام دکان داره به دکان تان روید، کدام ساختمانچی هستی به ساختمان تان روید. والله خداوند این جوان در کسب و کارش برکت میتید، زیرا قرآن خود گواه هست به این. هر جوان، هر کارگر، هر بنده خدایی که پاکیزه باشد، تقوادار باشد، خدا رزق او را فراخ میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه بندگان من اگر خود پاکیزه باشند، خوش اخلاق باشند، میزده و نشأمند و گرایینکش نباشند، با آداب و خوش رفتار و گفتار باشند، من راه زندگی رو در این دنیا براشان آسان میکنم و رزق اونها را با اندک جنبش و حرکت فراخ میگردانم که خودشان نفهمیده میمونند. بچه های عزیز، شاید بعضیات کار میکنید و کارتان برکت ندارد، شاید بعضیات روزی دراز زحمت میکشید اما پولتان هیچ جایی که زیاد شود. شاید این سوال خودتان تید، به خاطر آنکه خود شما نافرمانی خدا را دارید، نمازاتان در وقتش نمیخوانید، چی گناهایی میکنید خودتان میدانید. خدا وقتی که این رفتار شما باشد، این کمبودیتان باشد، البته رزق شما فراخ نمیشود. اما اگر پرهیزگار باشه، والله پپراسکش نباشه، میزده نباشه، نشه و گرایند نزدیک نشوه، به زنا نزدیک نشوه، من ضامن هستم شما را خداوند در بین 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه صاحبی ثروت میکند، زندگیتان تنج آرام بشود. زیرا گناه برکات رزق از بین میبرد. خداوند به سبب گناه بنده رزق او را کم میکند. شاید سوال تید که برای چی بعضی نشه فروش ها قدر بای کلانند، بعضی کافرها اون قدر بای کلانند؟ اون استدراج میگن، اونها وقتی اینچه هستند زود و بایگری از بینش از دستشان میرود. من خواهی برای شما چندین مثال میبیارم.
بنابر همین جوانی پاکیزه باشید. جوانی نعمت است عزیزان من. از این جوانی خدا فردا شما را میپرسد که بنده من تو جوانی دادم، جوانی رو در کجا صرفش کردی؟ از 16 تا 36 ایام جوانی است. ایام خیلی هم شیرینی عمر است، ایام غرور هم هست، ایام دیوانگی هم هست. اگر شما خودتان کنترل نکنه فریب خوردنتان انیق معلوم است. لیکن در این ایام، در این 20 سال عمر شما خودتان به دست گیرید، عقلتان حاکم سازید، به گپ شیطان و نفس نروید، به راه پیغمبرتان روید، به راه پیشواهای دینتان روید، با عبادت خدا و با کسب حلال زندگانی خودتان گذرانیدن گیرید، والله رزقتان فراخ می شود. خدا شما را دوست می دارد. و شاب نشأ فی عبادت الله. نگوی عزیزان من که پگه نفقه ده برام با مسجد بشم، پگه نفقه ده برام با بس بکنم این کارها را، این تو سوالها را، این تو وسوسه ها را در دلتان راه نتید. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به اطاعت از این دار فانی. مبادایی که به اطاعت بمیری ز نخل باغ عمرت بر نگیری. بنابر پیغمبر بزرگوار که غمخاری امت بودن، غمخاری ما و شما بودن، فرمودن اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. عزیز من 5 چیز پیش از آمدن 5 چیز غنیمت دان. یکی جوانی را پیش از آمدن پیری غنیمت دان. جوان عزیز تو طهارت به حضور دل کرده میتانی، اما موی سفید ناتوان طهارت به حضور دل کرده نمیتاند. تو بعد از انجام طهارت آزادانه با حرکت چابک و چالک میتونی نماز تخوانی، میتونی مسجد روی، اما مو سفید و ناتوان این مانند تو نمیتونن مسجد روان، مانند تو نمیتونن چابکانه نماز خیزن خوانند. بنابر جوانی را غنیمت دانید. پیغمبر خدا میگه شباب جوانی تانه پیش از آمدن پیری غنیمت دانید. جوانا رهی طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. جوانی را غنیمت دان عزیزی من، زیرا در وقتی پیری اولش که به پیری رسیدن گمان است، زیرا عمر امت اسلام بین 60 و 70 اکثرش تمام می شود. به پیری رسیدن گمان است. توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید؟ بنابر رسول خدا هلک المسوفون گفتند، هلاک شدن کسانی که میگویند فردا و پس فردا توبه میکنم، اونها فریب خورده ها هستند. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، ما و شما را حضرت نصیحت میکنند. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. خیلی جوانا رو من جنازش این رمضان خواندم، 21 و 25 30 ماه رمضان برای من ماه وزبین بود. هر روز 3-4 جنازه خواندم. اکثر جوان پسر و جوان دخترها بودن. خداوند شما را عمری دراز دهد. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادایی که به طاعت بمیری ز نخل باغ عمرت بر نگیری. عزیز من جوان زیبا، اگر با یاد خدا و با طاعت خدا باشی، پاکیزه و خوش اخلاق باشی، والله اگر بالفرض و تقدیر مرگ بیاد او عروسی است. شما عروسی هستید که خداوند شما را در براقه های بهشتی سوار کرده به نزد حورهای بهشتی میبرد. آره از این دنیا شاید حیات جدا شدی،
شاید از لذت این دنیای فانی جدا شدی با مرگ، اما تو عروسی هستی که حورهای بهشتی تو را با ناز و عشوه پیشواز میگیرند. اگر جوان پاکیزه باشی، اما اگر بی‌طاعت باشی، اما اگر در غفلت باشی و مرگ بیاد، یک بار زمین سجده نکرده بودی، مرگ آمد و یک بار خدا نگفته بودی، مرگ آمد و یک بار مسجد برای راز و نیاز با خدا نرفته بودی، خواهش میکنم صدا نبشن. در مسجد آواز بلند کرده مکروه است. شما صحبت گوش کنه، آهسته آهسته آرامانه گریه کنه. خواهش میکنم چند، زیرا این مسجد خانه خدا هست. فقها در مسجد حتی ذکر بلند گفتنش اجازت نمیتن. خداوند همتون نگه داره. آره من میدانم دل شما طاقت ندارد، دل شما به جوش می آید، اما هر حال کنه خانه خدا رو حرمتش نگه داره. بچم بیشی همجا بیشی بچه بیشی خداوند ای تو جوانه که با یاد خدا از این عالم سفر آخرت کند، او انشاءالله شهید است. اگرچه ظاهرا مرگش برای پدر و مادر وزنین است، برای رفیقاش و برای همسینفاش و برای همکاراش و دوستاش وزنین است، زیرا او را از دوستاش جدا کرد، اما با دوستی حقیقیش به خدا رسانید. اما با بستانسرای جنت که حیاتش جاویدانی است و راحتش به آنجا بردوش. این جوان مرگ ندارد، این جوان مردن ندارد، وای حیات حقیقی را رسید. زیرا مرگ دوست به دوست میرساند. مرگ مردن و نابود شدن و پوسیدن و نیست شدن نیست. مرگ کوچیدن از یک جای خرابه، جای غم و درد و کلفت و مشقت، به جای آباد و راحت است. عزیزان من، بچه‌های خوشرو، مگر همه حیات ما در این دنیا راحت است؟ از صبح تا شام زحمت میکشیم، عصبیت داریم، ناراحتی داریم. همین راحت است؟ نه، این راحت نیست. راحت در بستانسرای جنت است. والله این تو جوانها رو بازم میگیم، اگر مبادا مرگ بیاد، او شهید شد، او به جوار خدا پیوست، او در آغوش حورهای بهشتی در راحت است. اما بخلاف کسانی که مرگ آمد و در غفلت رفتند، مرگ آمد و مسجد نآمده بردند، مرگ آمد و خدا را یاد نکردن و از گناه توبه نکرده رفتند، والله این مصیبت است. این مرگ حسرت است. این مرگ ندامت و پشیمانی است. پشیمانی است که دیگر فایده ندارد، ندامت است که دیگر افسوس فایده ندارد. عزیزان من، به خاطر این من بسیارتر به شما جوانا در صحبت هام خطاب دارم. من همه صحبت هام در همه جا برای شما میکنم، زیرا من شما را دوست می‌دارم. خدا شاهد است، این خانه خداست، این محراب رسول خداست. خدا شاهد، من شما جوانا را دوست می‌دارم. به خاطر دوست داریم گاه درشتان میگم، گاه سختان میگویم، تا اینکه شما را من از دوزخ خلاص کنم و صاحب بهشت کنم. بنابر رسول اکرم چه گفتند؟ و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که با طاعت خدا مثل مولا صالح ما بارین، مثل این جوانی که ما شاید والله ملائکه باشد، مثل اینها بارین به طاعت خدا به وای رسد. حضرت مولوی با ما و شما رو چه نصیحت میکند؟ توجه کنی، آدم خاموش باشه. مگوی تشنه فردا آب نوشم، به پیری در نهی طاعت بکوشم، به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادا که به طاعت بمیری، مبادا که به طاعت بمیری، زی نخل باغ عمرت برنگیری. این انسان درخت است عزیزی من، درخت حاصل داره، میوه دهنده صاحبش دوست میداره، تربیهش میکنه، علفهای زایده را از گردش میزنه،
شاخه های نادرکارش تازه میکنه، او را تربیه میکنه. بنده هم که با یاد خدا باشه و پاکیزه باشه، با طاعت خدا باشه، خدا او را دوست بداره. عزیز من، خدا تو را دوست بداره. اما اگر عمر انسان در غفلت گذرد، در نشأمندی و در میزدگی و در گرایین کشی گذرد، در زناگاری و در قماربازی گذرد، او مثل درختی بے حاصل است. درخت بے حاصل آخرش اره بخشته است و میده کردن است و هضم کرده علاب کردن است. همتا است. کار کنه عزیزان من، عمر شما چون درخت سرحاصل باشد، نه او درخت بے حاصل. خوب فرض کردیم عزیز من به سن 60 رفتی. من دیروز من جوان بودم، الان 60 رفتم. خیال میکنم که دیروز بودم با کوچه های دوشنبه منم با بچگی کرده میگشتم، اما امروز قامتم هم خم شده است و قوتم هم کم شده است و دیگر عصبام هم خراب شده است و حافظم هم کم شده است و موی سیاهی که داشتم به سفیدی مبدل شد. موی سفید نشانی از مرگ است. شاید امسال تا سال دیگه با خبری جنازه من نمیشنوید. موی سفید هست به عاقل نشان مرگ. قدی خمیده دان کشیده کمان مرگ. خداوند شما را نگه دارد. خوب پیر شدیم، 60 رفتیم، 70 رفتیم، اکنون به خود آمدیم، اکنون توبه کردیم، اکنون پشیمان شدیم. خوب این هم سعادت است برای کسانی که خدای نصیب کرده باشد. اما کم آدم است که خدا او را به این رساند. با وجود این توبه کنیم. در 60 سالگی هم باشد خدا توبه را قبول میکند، در 70 سالگی هم باشد خدا توبه را قبول میکند. اما عزیز من دانه که توبه وقتی پیری لذت توبه وقتی جوانی را ندارد. طاعت وقتی پیری لذت طاعت جوانی را ندارد. برای شما تشبیه میکنم، دو کاسه، یکی کاسه نو گجایش آزار یافتگی نیست، خار زدگی نیست. یکی کاسه کهنه چند جا شکستگی است و قداغ کردگی، کله کردگی. هر دوش بازار بره در فروش گذاره. خریدارها کدامش میخرن؟ کدامش چند سوم قیمت دارد و کدامش ارزان؟ خوب خدا میدانید. کاسه نو البته نرخش بالاست، خریدارش زیاد است. کاسه شکستگی کهنه خریدارش کم است و نرخش هم پایین. عزیز من، خداوند خریدار اعمال ما و شماست. خداوند از خریدار من و تو جوانی خوش رو. اگر در جوانی بازگشتی به خدا کردی و پاکیزه باشی و خوش اخلاق، والله خریدار تو الله هست. تو رو با نرخی خیلی هم گران و قیمت میخرد و او بستان سرای جنت تقدیم تو میکند. یا الله. اما کاسه کهنه را در پیری بازگشتی به سوی خدا را، یا الله، خیلی هم دشوار است، خیلی هم گمان است. به فرض گر رسی در پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار. قدی پیر طاقتی باری وزنین بندگی را ندارد. اندک بیماری او را از نماز بامداد مندش میکند. اندک بیماری از مسجد رفتن مندش میکند. اندک خیرگی چشم او را از طهارت کامل کردن بازش میدارد. خلاصه پیری هزار علت دارد. بنابر رسول اکرم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حربی. جوانیت پیش از پیری غنیمت دار. رسول اکرم بنابر جوان پاکیزه را دوست خدا گفتند. عزیز من، صاحب شریعت اسلام روایت دارد، انا حبیب الله و شاب و طیب و حبیب الله. من دوست خدا هم، جوان پاکیزه هم دوست خداست. عزیزان من، کوشش کنه به این مشرف شوید، کوشش کنه به این رفیقی پیغمبر سزاوار شوید، زیرا این دنیا اندک زمان میگذرد.
از این جوان ها باشید. سوم کیست؟ پیغمبر خدا گفتند و رجل قلبه معلق بالمساجد. سوم شخصی که روز قیامت در زیر سایه عرش است، جوانی که یا مردی که یا خانمی که یا موی سفیدی که مسجد دوست می‌دارد، برای آبادی مسجد حرکت می‌کند، برای پرساختن مسجد از نمازخوان کوشش می‌کند، 5 وقت نماز در مسجد می‌خواند. این مرد روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیز من، خداوند از ما می‌خواهد مسجدها را با نمازخوان پر کنیم. پیغمبر از ما می‌خواهد مسجدها را با نمازخوان پر کنیم. اما دشمنای خدا، دشمنای پیغمبر، دشمنای اسلام میخواهند مسجد از نمازخوان کم شود. اما بازم من با دل پر، با ایمانی کامل، با یقین تام میگویم که اونها به مقصدشان نمیرسند، زیرا که در این عالم حکم فرما الله هست. این بندگان همشان دلاشان در قبضه قدرت الله هست. اونها نمیتونند چیزی که خدا نخواسته باشد عملی کنند. مردی که مسجد دوست می‌داره، بنابر عزیزان من کوشش کنه مسجدی باشید. چی در اینجا چی در خانه هاتان باز میگرده میروه، مسجد فراموش نکنه، زیرا مسجد خانه خداست. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد خانه خداست، نه خانه امام داملاست، نه خانه حکومت داراست، نه خانه که فقط خانه خداست. روی در اونجا نمازتان خانه، زیرا نماز جماعت 27 ثواب دارد، نماز تنها گذار 1 ثواب دارد. زیرا شما مسجد روی، صاحب خانه الله رب العالمین شما را پیشواز بگیره، شما را خوش آمدید بگوید، شما را فقط در ضیافت الله که مهمان او هستی ضیافت تا میکنم. بنابر همین شما الان در این مسجد مهمان خدا هستی، همین ما و شما مهمان پروردگار هستیم. ضیافت ما فردا در جنت است. بنابر عزیزان من، مسجد دوست داره، نکنه که اینجا مسجدی شوه و وقتی که وطن رفته باز مسجد فراموش کنه. از این طایفه نباشه. پیغمبر بزرگوار شما تا لحظه های آخر عمرش از مسجد نموند. حتی همون لحظه هایی که جسد مبارک دیگر کار ساز نمی کرد، پاهاشان و دستاشان، همون لحظه هم پیغمبر خدا را مسجد بردند. همگی 16 نماز رسول خدا از مسجد موندن و به همین به عالم بالا پیوستند. بنابر حضرت برای نماز جماعت خیلی هم تأکید بکردند. میخوای که همراه پیغمبرتان باشه، مثل پیغمبرتان مسجد دوستدار باشه، میخوای که همراه با پیغمبر به شفاعت او نائل شوه، در این دنیا مثل پیغمبرتان مسجد هرگز ترک نکنه. یا الله، وقتی آخر که ماند از پا باز، رسول اکرم بیماریشان وزنی شد، پای مبارک دیگر کار نمی کردند، بدن مبارکشان از کار موند، بستری شدند. وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید و بانگی نماز. حضرت بلال یکی صداشان بلند شد و حی علی الصلاح حی علی الفلاح گفت. حضرت بیهوش بودند، یکی بیهوش آمدند. علی را گفتن علی من طهارت و پشتاره کن مسجد بر. من بلال از جانب خدا با عبادت دعوت دارد. وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید و بانگی نماز. گفت با مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای را
حبیب معبودی وقتی رفتن به ارزم سودی. یا الله، ما تنصحتیم و مسجد نمیریم. پیغمبر پاش زمین خط کشیده میرفت. پشت پای رسول معبودی وقتی رفتن به ارزم سودی. با چنین محنت و مشقت و درد با جماعت ادای طاعت کرد. با همین زحمت حضرت از مسجد نمودن. عزیز من، جوان خوب، وقتی که پیغمبر تو دوست می‌داری، وقتی که دعوا میکنی که من امتی او هستم، مثل پیغمبرت مسجد دوست دار، مثل پیغمبرت از نماز جماعت نمان. عزیز من، والله وقتی که شما طهارت میکنی به سوی مسجد روانه میشه، به هر قدمی که دار خدا گناهاتان میگذرد. به شماری هر قدمی که میزنی در پیشگاه خدا درجاتتان بلند میشود. این سعادت از دست ندید. صحابه اعما بود، هر دو چشمش نابینا بود، در اسلام به نام عبدالله ابن ام مکتوم معلومند و مشهور. خانش از مسجد رسول خدا دورتر بود. شبها گاه هم مسجد آمدن براش خیلی وزن بینی میکرد. عصاکش نداشت، این دست گرفته مسجد برد. بار پیش رسول اکرم آمد. یا رسول الله، مدینه کلان شده است، خانه من از مسجد خیلی دور است، راه مسجد هموار نیست، حشرات های خزنده هم هست، سگ های گیرنده هم هست. بالا این من عصاکشی خوبی ندارم که دستی من بیا گرفته به مسجد بیارد. هل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی؟ شما برای من رخصت یافته میتونی؟ شما من رخصت میتی که من نماز در خانه خانم؟ پیغمبر خدا رو گفت. حضرت چی گفتن؟ هل تسمع النداء؟ تو آواز اذان میشنوی؟ گفت که آره میشنوم یا رسول الله. حضرت گفتن فعجب، مسجد بیاوتم من برای تو اجازت داده نمیتونم. ببینید شمس الدین ذهبی میگوید شخصی که اعما بود، عصاکش نداشت، راه رفتن براش در تاریکی دشوار بود، برای او مسجد نآمدن پیغمبر اجازت نداد. وای به حال کسانی که چشم بینا دارند، پای روان دارند، شبها چراغها روشن است، با وجود این مسجد نمی روند. اینها چی حال کنم پگم؟ بچه های عزیز، مسجد رویتان. خوب در فضیلت نماز جماعت صحبت های مفصلی زیادی هم هست در نوارها، انشاءالله دامله ها میگویند ملا صالح ما خدا نگهش دارد. اکنون چهارم شخص باز میگذاریم کی است؟ و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. چهارم گروه دو شخصی است که در این دنیا به خاطر خدا یکدیگر دوست می‌دارند. جمع آمدشان هم به خاطر خداست، الفتیشان هم به خاطر خداست، یکدیگر یاردم میکنن هم به خاطر خداست، با یکدیگر رفت و آه هم دارن به خاطر خداست، یکدیگر محبت دارن، اینم به خاطر خداست. اگر مبادا جدا هم شوند به خاطر خدا جدا می شوند. غرض دنیوی در بین نیست. این دو دوست هم روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیزان من، امید دارم خداوند منو با شما دوستیم از این طایفه گرداند. زیرا من از هیچ کدام شما یگان غرض دنیوی ندارم. شما هم از من هیچ چی امید نداره، زیرا از دست من برای شما چیزی نمی بیاد غیر از دعای خیر کردن. نه منصب دارم و نه دیگر، نه قدرت و نه دیگر. همه حرمت و احترامی که دارید به من به خاطر خداست. امید دارم از این طایفه ما و شما باشیم، از این طایفه در روز قیامت در زیر سایه عرش باشیم. زیرا پروردگار در حدیث قدسی می فرماید حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی. من دوست می دارم بندگانمی که در دنیا به خاطر من یکدیگر دوست می دارند. و حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی. من دوست می دارم بنده هامی که در دنیا به خاطر من یکدیگر زیارت می روند. ببینید الان شما از راه های دور سرسان شده در این خونکی آمده
تا زیارت کنه به خاطر خدا بود. از پروردگار امید دارم از این مکافات همیشه ما را به نصیب کند. خلاصه عزیزان من، همیشه با یکدیگر دوستیتان برای خدا باشد، همیشه محبتتان برای خدا باشد. انشاءالله وقتی که امت اسلام به خاطر خدا با یکدیگر دوستی داشته باشند، به خاطر خدا با یکدیگر محبت داشته باشند، انشاءالله وحدت اونها مستحکم می شود و هیچ قوه نمیتونه اونها را از یکدیگر جدا کنه و بینشان رخنه اندازد. پنجم کیست عزیزان من؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. پنجم شخصی است مثل شما بر این جوانای خوشرو، جوانای پهلوان، جوانای زیبا، یک زنی فاحشه بدبخت پولدار منصبدار شما را خوش میکنه، شما را دوست میداره، میخواه شما را برای زنا برد، به شما پول وعده میکند، به شما جای کار وعده میکند، شما را برای خودش محافظ کرده میگیرد به خاطر اینکه با او عشق ورزی کنی، به خاطر اینکه برو خواهشاش اجرا کنی، هر چی خواهی برات میتیه به خاطر اینکه او را راضی کنی. اگر این جوان در جواب این تو زنی بی حیا و بی عفت گوید من از خدا میترسم، این جوان پاکیزم روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیزان من، در این دیاری که شما زندگی میکنید، چی در این اکترینبورگ چی در دیگر شهرهای روسیه، اینقدر عریانی ها هست، اینقدر بی حیایی ها هست، اینقدر بی عفتی هاست. اینجا زنا افتخار است، گناه نیست. اینجا بی شرمی افتخار است و عیب نیست. در این تو جای فاسد اگر شما خودتان کنترل کنه، اگر شما خودتان از زنای حرام نگاه داره، اگر چشماتان از تماشای زنهای عریان و نیم عریان نگاه دارید، والله شما از این گروه هستید، شما در زیر سایه عرش قرار میگیرید. بنابراین از همتان خواهش میکنم که مبادا دشمن شیطان که دشمن ما و شما را فریب دهد. اگر ضرورت شود زیاد زن گیریتان، زن گرفتن با عیبش نیست اگر همسر نداشته باشید. اگر بسیار ضرورت شود با دستان خودتان آرام کنید، اما به زنا نروید. عزیزان من، زنا خجالت است، زنا شرمندگی است، زنا حسرت است، زنا خیانت است، زنا قانون شکنی است، زنا تجاوز کردن به حرم دیگران است، به ناموس دیگران است. خودتان نگه دارید. شاید نیم ساعت یا یک ساعت، خوب شاید یک شب تا صبح شما خودتان خوشبخت حس کنید در آغوش او فاحشه، اما دانه که یک عمر حسرت بخوره، یک عمر خدا شما را برای عذاب میکند. زنا را خدا حرام کرده است. جوانای عزیز، زنا را قرآن حرام کرده است، پیغمبر شما حرام کرده است، اسلام دین تان از حرام کرده است. از این خطا نگه داره. این زنا را فقط دشمنای اسلام، دشمنای قرآن، دشمنای پیغمبر، دشمنای خدا مباح کردن برای شما. رسول اکرم میگن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. کسی زنا میکند او ایمان ندارد. بنابر کوشش کنه در کجایی که کار میکنه، عزیزان من، با زن صاحب خانه، با دختر صاحب خانه، با همسایه ها چشمی بد نداشته باشه، همچون مسلمان عفت داشته باشه، همچون مسلمان پاکیزه باشه. والله شما جوانای عزیزم اگر خوش اخلاق باشید، با آداب باشید، شیرین سخن باشید، خوش رفتار باشید، عفت داشته باشید، همین مردم مسیحی هم دوست می‌دارد، همین مردم روس هم دوست می‌دارد. زیرا جوان پاکیزه را خدا که دوست داشت همه دوستش می‌دارد. از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست. پاکیزگی شما، آداب شما، خوش اخلاقی شما والله سبب میشه برای محبوبیت اسلام در بین این مردم. اگر شما چشم کشایه به دنیای غرب نگاه کنه، به آسیا نگاه کنه، اندونزی و مالزی و فیلیپین و تایلند و فرانسه و گرمانیا این روزها 10 میلیون مسلمان دارد. اندونزیا 95% مسلمان است.
اونها مگر با قوی شمشیر اسلام آوردند؟ چگونه کمونیست های بدبخت بگفتند؟ اونها مگر با تانک های حضرت عمر رفت و زیر کرد و پچقشان کرد با ارترس هوای اسلام آوردند؟ اونها مگر با سمالیات های فانتام و سمالیات های سویه که شوروی و امریکا داشت بمباران که افغانستان و عراق، با سمالیات های حضرت عمر ترسیدن ایمان آوردند؟ نه، اندونزی یگان اصحاب پیغمبر قدم ننهاده است، در مالزی یگان صحابه پیغمبر قدم ننهاده است. فقط مثل شما مهاجران کاری مسلمان، مثل شما مهاجران تاجر مسلمان حقیقی آنجا رفتن و محبت اسلام در دل مردم آنجا بیدار کردند، از رفتار خوب خود، از آداب خوب خود، از معامله خوب خود اونها اسلام قبول کردن، دوست داشتند. اگر مثل ما مسلمان ها فریبگر می شدند که شما هستید، اگر مثل ما مسلمان ها خیانت پیشه می شدند، در دخترش در زن هم صاحب خانهش خیانت میکرد، اونها از اسلام می گریختند. اما اخلاق خوب اونها سبب شد مردم اندونزی و آسیا مسلمان شوند. بنابراین من از همه تان خواهش میکنم جوانای عزیز، والله این نصیحت من نصیحت پدرانه است برای شما. اگر شما پاکیزه باشید، اگر شما به همون خانه که کار میکنید، خار با شکسته، خار قلاور، با وفا باشید، با احتیاط باشید، با آداب باشید، همون صاحب خانه شما رو دوست می‌دارد، مردم همون محله شما رو دوست می‌دارد. اگر شما در ایستگاه ها پیرزنا و پیرمردای مسیحی ها رو یاردم کنید، دستاشان گیرید، اگر شما با دخترها و با جواناش دست به گریبان نشوید، اگر مثل اونها میزدون اشعمن در رستوران و در طربخانه ها جنگ و به جنجال نکنید، والله اونها شما رو دوست می‌دارند. شما رو که دوست داشتند، همون دینه که شما رو تربیت کرد و خوش اخلاق کرد، همون دین هم دوست می‌دارند. باور کنید. بنابراین پیغمبر خدا ما را پیش از همه به اخلاق خوب دعوت کردند. جوانای عزیز، از زنا خدا تان نگه داره، خدا تان کنترل کنه، زیرا زنا پیغمبر خدا گفتند خجالت است، خیانت است. من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکند حتما در خاندان او کسی زنا میکند. بچه‌ای که به زناگاری خودتان دادید، انشاءالله که در این مسجد شما نیستید، اما این نوار رو شاید تماشا کنند، خواه پول دارند، خواه اینکه پهلوانند، خواه منصب دارند، من به همشان خطاب میکنم کسی زنا میکند با دختری مردی بیگانه، با زنی مردی بیگانه، با خواهری مردی بیگانه، منتظر شود که با زن او با دختری او کسی این خیانت میکند. پیغمبر سخنش بیجا نیست. من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکنه حتما در خانهش کسی دیگر زنا میکند. من یزنی فی بیت بألف درهم، حضرت امام شافعی نظمم دارد، کسی در یک خانه پول داد و فاحش خانه میره، 1000 روبل میته، فاحش خانه میره زناگاری برای خرسان کردن 2 ساعت. یزن فی بیته بغیر درهمی، اما خانه او ده کسی میرود که به پول با همسرش با دخترش زنا میکنه. تو پول داد و زنا میکنی، خداوند هم تو قادر است که در خاندانی تو به پول کسی رو میبره زنا میکند. نکنه بچه های عزیز. بازم میگم خدا تان ده جبر نکنید. 6 ماه 7 ماه کار کنی، روی پیش همسراتان، زیرا همسراتان در اونجا محتاج شما هستند، در اونجا چشماشان به سوی راه شما است که کی شوهر رو میبیاد. روی خانه پاکیزه با همسراتان که خدا به شما حلال کرده است. والله هم خوابگی با همسر هم راحت است، هم ثواب است، هم صدقه است. تبسم شوهر به روی خانمش این عبادت است. علاقه جنسی شوهر با خانمش این عبادت است. چی 2 رکعت نماز خانه، چی 1 بار خانمش که علاقه جنسی کنه، هر دو یک ثواب دارد وقتی که نکاح حلالی باشه بیناتان. اما زنا ندارید بچه عزیز. بازم میگویم زنا خجالت هستین. امروز کسلی های سپید و کسلی های سیفلیس و کسلی های دیگری که برآمده است، همه ثمره زناست.
امروز من پیشاب بعضی جوانان نمیستند. امروز اکثر جوانای ما در سن 30 و 35 چیز از همخوابگی با خانماشان تمام شده ایستادیان. همه این ثمره زیناست. باور کنید ثمره انمو فیلم های بد اخلاقانه است که شما تماشا میکنید. دیگه شوهر در 30 رفته از الکید با خانمش خواه رفته نمیتاند. بانه میکنن که من کسی بست است و من کسی سحر کرده. اینا دروغ است. سحر و بستن والله. انا همون ثمره فیلم های فحشاست. انا همون ثمره های زناگاری است. دیگه به همسر خود علاقه جنسی کرده نمیتونی. بنابر بچه های عزیز خدا تان نگه داره. رسول اکرم ببین اینجا کی رو تعریف کرد؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. جوانی که یک دختر او رو دعوت میکنه اما او میگه من از خدا میترسم این راه ده نمیرم. یا یک دختری خوشرو زیباست جوان است، مثل که من شنیدم بعضی دخترای تاجیکی ما یا از ازبکستان اینجا می آمدین، بعضی جوانای بولهوس برای اونها افلاس کردن یا هفته 10 روز خطیشان بازی میکردن و بعد از آن کوچه سرشان میدن کجا که رود چی کاری که شود. این ناجوان مردی است. بنابراین من به این خواهرها خطاب میکنم، هر خانم ارم کی، هر خواهر اسلامی را که یک جوان بد اخلاق اگرچه پولدار و ثروتمند و منصبدار است او به خودش دعوت کند به کاری بد، به کار زنا، این خواهر در جواب گوید که من از خدا میترسم این کار نمیکنم، این خواهر اسلامی هم روز قیامت در زیر سایه عرش است. خداوند برای کسانی که خداشان از زنا نگاه می‌دارند جنت وعده کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. کسی که خوش کنترل میکنه لجام نفس چه میکشد برای زنا و حرام نمی رود از ترس خدا که خدا من تماشا دارد، از ترس مرافعه سودی پیش خدا که پگه در پیش خدا مرافعه بشوم، خوش از زنا نگه می دارد. فإن الجنة هی المأوى. بهشت قرارگاه اوست. بهشت چی جاست عزیزان من؟ جایی که جوانش دیگه پیری نداره، شادش دیگه غم نداره، خرسندش دیگه ماتم نداره، حیاتش دیگه مرگ. آنجا قرارگاه شماست. اما برعکس کسی که برای زنا و فحشا رود، برای عرق نوشی و بد اخلاقی رود، 2 روز حیات دنیا گویان غنیمت دانسته خوش در ورطه هلاکت اندازد، قرارگاه او زندان پر عذاب دوزخ است. بنابر بچه های خوش رو خدا تان نگه داره. خداوند شما را سلامت دارد. ششمش کیست؟ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. شخصی است که جوان مرد و عالی همت است، دستیاری به محتاجا و به کمبغلا دراز میکند، دستیاری به یتیمها و به محبس خانه ها دراز میکند و این جوان مردی عالی همتش برای خدا بود، نه برای ریا، نه برای شنوانیدن. حتی پیغمبر تشبیه کردند که با دست راست صدقه میکنه به یک محتاج و کمبغل، دستی چپش نمیفهمد. معنی این که خودش میداند و خدا کسی دیگر نمیداند. این جوان مرد عالی همت هم، این جوان مرد سخاوت پیشه هم، این جوان مردی که جوان مردی دارد خدا او را دوست می‌دارد، در زیر سایه عرش خدا او را نگه می‌دارد. بنابر بچه‌ای که شما با دولت هسته، ثروتمند هسته، الحمدلله شرایط خوبی کاری داره، شما با جوانایی که نو میبیان از وطن، حالا شرایطی کار ندارند، حالا جای کار ندارند، شاید درآمدی خوب ندارند، روزگارشان وزبین است، اونها رو یاردم کنید. هموطناتان یاردم کنید، اونها رو با جای کار تأمین کنید تا جای کار یافتنشان اونها رو پول تید زندگیشان رو پیش برند. والله خدا شما رو دوست می‌دارد. زیرا پیغمبر خدا میگن المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. کوشش کنه یک دیگر تان فریب نکنه، کوشش کنه یک دیگر تان غارت نکنه. وقتی که من در سنت پترزبورگ بودم 2 مکتوب آمد از جوانا،
هر دوش هم قریب یک مضمون داشت، سوال جواباتی که با ایشان ما روزها کار میکنیم، خوب مرده 4-5 سو میابیم در یک خانه 4-5 نفر خوابیم، نصف شب میشه بعد 2-3 نفر جوان، بعضیش ریش دارد و بعضیش بیریش، چشماشان بستگی زیر میکنن، خانه ما میدارن همزه میزنن، من هم پولامانو میگیرن هم تلفنامانو میگیرن میبرن. با ایشان باور کنین هست تاجیکای خمان گفتن. وقتی که من این سخن شنیدم باور کنین خیلی ناراحت شدم. من نفرت دارم، خدای من نفرت دارد از او تاجیکی که تاجیکی خوش غارت میکند، مرد او تاجیکی که تاجیکی خودش خیانت میکند، مرگ بر او تاجیکی که برادر خوش خیانت میکند. بجای اینکه تاجیک به تاجیک دستیاری دراز کند، تاجیک از تاجیک پشتیبانی کند، بجای اینکه تاجیکی بای تاجیکی کم بغل چه دست چه گیرد و قامت چه راست کند، تاجیکی خودش خیانت میکنه و خدایا این تو تاجیکی بی ناموس هلاکش کن. امروز چشکشه دنیا رو بینه یهودی ها، در کجا یک یهودی باشد براش دستیاری دراز میکنن، میلیون ها پولی به قرض میتین تا اینکه اونها خیزن قامتشان راست شود. او بیچاره از وطن رنج کشیده قرض کرده آمده است اینجا کار کنی 4 سوم پول میابد، خودش نمیخوره و ذخیره میکنه که بچه هم دروان کنم. تو ناجوان مر میدرایی وی میگیری، او چی برد خانهش؟ اگر کسی تو را هم تو کار کند مگر درد نمی کند؟ نخواد که شما رو خدا قوت داشته باشد برای اینکه یک بیچاره را غارت کنی؟ نگاه که خدا تو رو قوت داده است، تو مسکلهای غفص داری، پهلوان شدی، با سبب مشق کردن یا بیچاره رو غارت کنی، الهی دستات فلج شود. رسول خدا میگن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. شما ایمان حقیقی به خدا نداره تا مثل که خودتان دوست میداره برادر مسلمان تان دوست داره، خواه ازبک، خواه تاجیک، خواه قرقیز، خواه تتر، خواه دیگر است، او رو باید دوست داشت. خود دوست میداره که کسی آزار نتید، برادر مسلمان تا آزار نتی. خود دوست میداره که آرام و تنج باشی، پولات کسی ندزدد، کوشش کن برادر مسلمان تا پولش ندزد. این است جوان مردی. عزیزان من گمان دارم که در بین شما این تو ناجوان مردها نبودگیست، لیکن اگر مبادا باشد بعد از شنیدن صدای من بس کند این کارا. حق العبد خدا نمی بخشد. عزیزان من توجه کنه، خداوند همه گناه می بخشد، برای شهدا همه گناهاشان می بخشد، زنا هم کرده باشند، عرق هم خورده باشند، اما حق العبد نمی بخشد. یک کس حقش فریب کرده گیری یا یک کس به زور پولش گیری، این خدا نمی بخشد. حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. پگه گلوت میگیرد. این مفلس میگویند، پیغمبر خدا مفلس گفته از امت من کسی را میگن که حج رفته، نماز خوانده، روزه گرفته، اما حق یک کس خورده است، یک کس غارت کرده است، پگه ثواباش خدا میگیره در اون میتیه، خودش دستی خالی میمونه دوزخ میره. بنابراین بچه های خوش رو خدا نگهتان دارد، به یک دیگرتان دستیاری دراز کنید. پیغمبر خدا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا گفتند. بنابراین من از همه جوانای تاجیک و جوانای مسلمان که خاطر و خواه ازبکن وقتی که به دولت شدیان سر ریسقن، همیشه حرکت کنه جوانایی که کم بغلن و راهی کاریشان حالا هم نیافتیان. البته خدا همه بنده هاش یک خیل ریسق نمیتید، همه بنده هاش یک خیل استعداد نمیتید. خدا شما رو ریستان فراخ کرده است، اندک کارد صاحب پول و مال شده، صاحب ماشین های قیمت شده، اندک کارقتی صاحب خانه ها شده. اگه بعضی را ریسقش کم است، شما به اونها دستیاری دراز کنه، زکاتاتان به اونها تی، صدقاتاتان به اونها تی. والله خداوند شما رو دوست می‌دارد. خدا از بنده هاش سخاوت پیشه رو دوست می‌دارد. خدا از بنده هاش جوان مرد دوست می‌دارد، عالی همت دوست می‌دارد، بی آزار رو دوست می‌دارد. بچه‌های خوش رو، جوان‌های بی آزار شوید. هفتم کیست؟ صحبت انشاءالله تمام میکنم، یادمه که دیگه خاموش باشه. هفتم کیست؟ و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. شخصی است که خدا را یاد میکنه در جای تنهایی و آب دیدش به اختیار میریزد. ببینه آب دیده کردن، اشک ریختن،
در عشق خدا، در عشق بهشت، از ترس دوزخ سبب خلاص شدن از آتش دوزخ است. شب میخیزه طهارت میکنه، بالای جای نماز ده 2 رکعت نماز میخوانه، در وقت نماز خواندن یک باره محبت بهشت، عشق با خداوندی دلتان ده جوش میزنه، آب دلتان جاری میشود. یا ترسی از گناههای کردگیتان، ترسی از عذاب جانگداز دوزخ سبب میشود و بدن تان لرزه میگرد، آب دیده تان میبراد. این شخص هم روز قیامت خداوند در زیر سایه عرشش جای میتید. گریه کردن از ترس خدا این نشانه ایمانداری است. بنابر ما دعا میکنیم اللهم ارزقنا عینین تبکیان من خشیت الله. خدایا برای هر کدام ما چشم بیت نصیب کن که از ترس تو آب دیده داشته باشه. والله یک قطره آب دیده که از ترس خدا براد، همون قطره آب دیده آتش جهنم خاموش میکند. و عین بکت من خشیت الله. بنابر عزیزان من، شبها که آمده خفتن تان خانده بر وقت خاره به تلویزیون تماشا نکنه، زیرا تلویزیون اینجا غیر فحشا دیگه چیزی ندارد. خوب اگر ضرورت شود اخبار تماشا کنه بخاره به سحر پیش از صبح 1 ساعت پیش خیزه. یک خاصیت خوب داشته است باد هوای رسیه. من در کجایی که رفتم روزانه با وجودی که خسته میشم 15-16 ساعت با شما با مردم از 12 خواب میروم، باز 4 ناشده هوشیار میشم، بیدار میشم. خیلی باد هواش خوب بوده است. بنابر همین ساعت 1 ساعت پیش از صبح خیزه. اگر 6:30 وقتی نماز باشد 5:30 خیزه طهارت کنه، بالای جای نماز 2 رکعت یا 4 رکعت نماز خوانه، در سجده از خداوند برای خودتان رزق طلب کنه، برای خودتان کار آسان طلب کنه، برای فرزنداتان عمر با برکت و توفیق بندگی طلب. والله دعای بنده در نماز به هدف اجابت میرسد. از رسول اکرم پرسیدن که کدام دعا یا رسول الله به خدا به اجابت میرسد، کدام حالت بنده به خدا از همه نزدیک است؟ حضرت وقتی که بنده در سجده باشد. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا میگویی، بعد از آن دعا میکنی خدایا رزق من فراخ کن، خدایا من و خاندان من از آفتان نگه دار، خدایا ایمان من از شر شیطان محفوظ بدار، خدایا در این زمان پر فتنه من از فتنه ها نگه دار. والله دعا کن، خدا دعات اجابت میکند. دردمندانی گناه را روز و شب داروی از غیر استغفار نیست. آرزومند وصال یار را چاره جز ناله های زار نیست. پیغمبر ما حبیب خدا بودند، خداوند همه گناهاشان گذشته بود، با وجود این هر روز زیاده از 100 بار استغفر الله میگن، استغفر الله و اسأله التوبه میگفتن. بنابر بچه های خوشرو بازم تاکید میکنم استغفار را فراموش نکنه. استغفر الله العظیم و اتوب الیه همیشه گویه. خدا دوست میداره بندش وقتی که استغفار کنه، خدا دوست میداره بندش که وقتی از گناه توبه کنه، خدا دوست میداره بندش که بعد از گناه کردن زود پشیمان شو و بازگشتی به خدا کنه. عزیزان من، همه ما گناهگار هستیم. شاید از همه شما من گناهگارتر هستم، زیرا خیلی من جوانی خوشرو بودم، بچگیم در همه شرایط راحت حضرت قبلگاهی برای من آماده کرده بود. ماشین نو هم داشتم و همه منو دوست می داشت، هم زیبا هم بودم. کمبودی ها شاید دارم، سرتاپا کمبودی دارم، اما هزاران به سوی خدا بازگشت کردم، از این گناه ها توبه کردی هستم. شما هم از گناهاتان توبه کنه، خدا توبه رو میگذارد، قبول میکند. زیرا خدا خودش امر کرده است که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شما توبه کنه، هر قدر گناه زیاد داشته باشه توبه کنه. خدا میگه من تو را قبول میکنم، من تو را به خودم جذب میکنم، گناهات میگذارم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی از توبه پشیمانی میکنه مثل شخصی است که هرگز گناه نکرده باشه. کوه از گناه داری مشو نومید از او.
یا الله پروردگار مهربانی دارم ببین ان الله لا یبسط یده فی النهار خداوند روزانه دست رحمتش دراز میکرده است تا بندگانی گناهگاری که در روز گناه کردیان توبه کنن توبهشان قبول کنه شب دست رحمتش دراز میکنه دست قبول توبهش بندگانی که شب ناگهان نافهمیده گناه کردیان تا توبه کنن توبهشان قبول کنه این خیلی خدا را از کجا میابی هم تو خدای مهربان داریم و با توبه نکنیم خاک در دهن ما و شما با یک توبه رود 100 ساله عصیان بشوید جرم او را بحر غفران. بنابراین عزیزان من بازم میگویم کمبودی همتان داره هر قدم من کمبودی است اما توبه را فراموش نکنه زیرا توبه کردن از گناه فرض است بنده توبه کرد این نشانه سعادتش است گناه کردی و بعد از گناه دلت سیاه شد که من چی کار بود کردم خدایا این چی شرمندگی است همون لحظه پشیمان شدی والله خدا گناهت می نویسه کور میکنه عفوش میکنه. نبا حضرت فرمودن الندم توبتون پشیمانی خودش توبه است. خداوند میگه مبادا بازم میگیم که گناه کرده خواه زنا است خواه عرق است ناامید نشوی در حال توبه کنه کلمه شهادت از سرگوی بیای مسجد 2 رکعت نماز خانه این نماز استغفار میگن خدا گناهتان میگذره. خداوند همتان توفیق بندگی نصیب کند. خداوند همتان توفیق طاعت و توفیق ترک معصیت نصیب تان کند. خدایا همتان از جمله بندگان و جوانان پاکیزه در روز قیامت محشور سازد. خداوند از قطار شما مای گناهگارم پروردگار گناه من آمرزیده بگرداند و به رحمتش داخل جنت سازد. پروردگار این بندگان تو با این گرمی و با این ناراحتی نگاه نکرده صحبتی علماها رو گوش کردی استادن خدایا به خاطر تو خدایا اینها رو سلامت نگه دار جسدای خسته اینها رو که روزانه کار کردن باز این ساعت هاست که ایستادیان راست پروردگار به درد گردان. پروردگار هر مراد و مقصودی که داشته باشن خدایا به مقصودشان رسان و هر حاجاتی که داشته باشن خدایا حاجتاشان برآورده گردان. خداوندا از آفتهای زمینی و آسمانی اینها را نگه دار. بعد از انجام سفر خدایا همشان سالم به خاندانشان بازگردان. خدایا شنیدم بعضی از این هموطنان ما از این همشهریای ما سفر حج اراده دارند امسال به زیارت خانه خطوط روانه هستند. خدایا اینها را سفراشان مبارک کن و حجاشان مبرور گردان و سعیاشان مشکور و گناهاشان مغفرت گردان. خدایا پیغمبر بزرگوار حج مبرور و مکافاتش بهشت اعلان کرده. خدایا حج اینها را مبرور گردان و مکافات حجشان بهشت جاودانی نصیب کن. خدایا این انبوه زیاد هم اشتیاق خانه تو دارند اینها هم خدایا میخوان خانه تو را زیارت کنند میخواهند روضه پیغمبر بزرگوار تو زیارت کنند اما شرایط ندارن. خدایا تو قادری شرایط ها اینها را خوب گردان رزقاشان فراخ گردان که به زیارت خانه تو مشرف شوند. آمین. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.